استفاده نابجا از پدیده بلوتوث. سخنران استاد الستی. یه ورود داشته باشیم ببینیم چطور ممکنه این بلوتوث که یه امکان ارسال صدا و تصویر خیلی ساده هست میتونه در واقع برای ما یک پدیده خطرناک و آسیبزا در واقع به حساب بیاد. ما می‌دونیم که زمانی که مثلا به وسیله دوربین یک موبایل یک تصویری برداشته میشه از جایی و امکان انتقالش از طریق بلوتوث فراهم میشه یا هم و صدا و هر صدایی که میتونه در واقع منتقل بشه، یک تسهیل خاصی در برقراری بعضی ارتباط ها ایجاد میکنه. یکی از این تسهیل ها اینه که وارد حریم افراد شدن رو راحت میکنه. بنابراین داره به سمت از بین رفتن حریم افراد حرکت میکنه. بسیاری از افراد در خیلی از میهمانی ها که حریم خانواده ها میتونه حتی محسوب بشه، تصاویری صداهایی رو میگیرن، ضبط میکنن، بعضا بدون اطلاع افرادی که در داخل اون فیلم هستن یا در اون فایل صوتی صداشون ضبط شده و بعد این رو با تیراژ بسیار گسترده‌ای توزیع میکنن. خب این یعنی از بین رفتن حریم افراد. از بین رفتن حریم افراد چه اثر نامطلوب اجتماعی میتونه بذاره؟ احساس ناامنی میتونه بهش دامن بزنه و این احساس ناامنی خودش از بین برنده بسیاری از اعتماد به نفس ها و عزت نفس ها هست و میتونه مفاسد خیلی زیادی رو دامن بزنه. برای اینکه در واقع حریم محرم و نامحرم اینجا شکسته بشه. شما فرض بفرمایید که از یک مثلا میهمانی زنانه یا مثلا از یک استخری که مخصوص بانوان هست فیلمی تهیه بشه و در اختیار افراد غیر مجاز در واقع گذاشته بشه، شما ببینید که چه عواقبی میتونه داشته باشه. در کنار این مسئله آشنایی‌های اتفاقی ناشی از هرزگردی که متاسفانه خیلی استفاده میشه. خیلی از افراد در اماکن پرجمعیت عمومی مثل مترو متاسفانه بلوتوث خودشون رو روشن میذارن و اعلام هویت کاذبی هم میکنن. یعنی مثلا مرد هست و برای بلوتوث خودش اسم یک زن و خانم رو انتخاب کرده و بنابراین خیلی از خانوم‌های ساده‌لوح بگم بهتر هست با در مسیر این بلوتوث قرار گرفتن. فکر کنم با خانم دیگه موقعیت دوست شدنشون فراهم شده. بعد برای اینکه مقدمات این دوست شدن هم داشته باشن بعضی از اطلاعات خاص رو بلوتوث بگم برای فردی که حتی نمی‌بیننش نمی‌دونن کجاست، برای اینکه مقدمه پیدا کردن یه دوست بشه من اسمی رو میذارم در واقع هرزگردی و این نقشه اتفاقی هم معمولا با مشکلات زیادی همراه هست و این بلوتوث متاسفانه این راه رو الان فراهم کرده در افراد. بسیاری از تصاویر فیلم هایی که رد و بدل میشه منجر به ایجاد بلوغ زودرس و اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان افراد میشه.